وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله خالقنا العظيم، وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زمن برسو فيوم الله سلامه، زمن برسو فيوم الله سلامه که آیات خدا آموختن ما را. زمن برسو فیوم الله سلامه که آیات خدا آموختن ما را. ولی تأویلشان در حیرت انداخت، ولی تأویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را. ولی تأویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را. درود بخوانیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. در هفته گذشته آیه 84-85 را من از سوره آل عمران به حضور شما تلاوت کردم و درباره همین آیه ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین یک مقدار توضیح داده شد، وقت ایجاب نکرد که برای شما این آیه کامل بیان بشود. دین اسلام همونطوری که علمای اسلام می نویسند سه چیز هست: عقیده هست، عمل هست، اخلاق. عقیده، عمل، اخلاق. و در حدیث جبرائیل هم همین سه چیز آمده که جبرائیل آمد به طور تعلیم از رسول الله سوال کرد که اسلام چیست؟ رسول الله جواب داد که اسلام عبارت است از کلمه طیبه، 5 وقت نماز، دادن زکات، گرفتن روزه و حج بیت الله. دوباره گفت ایمان چیست؟ گفت ایمان عبارت است اینکه به خدا ایمان داشته باشه، به فرشتگان خدا ایمان داشته باشه که بندگان صالح خدا هستند و همیشه به عبادت خدا مشغولند و نافرمانی خدا را نمی کنند. و همچنین ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به انبیاء خدا، ایمان به آخرت و ایمان به اینکه هر چی که بر سر انسان‌ها در این دنیا جاری و ساری هست مطابق
قضا و قدر الهی هست و بعد از مردن ما زنده می شویم. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. تعز من تشاء و تذل من تشاء و بیدک الخیر انک علی كل شیء قدیر. و آخر فرمود که احسان چیست؟ گفت احسان این است که ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت کن گویا که در حضورت الله ذوالجلال را میبینی. اگر تو خدا را نمیبینی الله ذوالجلال شما را میبینی. در محضر خدا هستی. بارها من گفتم اونایی که ایمان و اعتقاد به الله و به حاضر و ناظر بودن خدا دارند، اینکه خدا ام علیم هست و ام خبیر هست و ام بصیر هست و ام همه چیز میداند، پس اونا در محضر الله ذوالجلال گناه و معصیت نمی کنند، چون میدانند که این ذات لا یزال بر ما نظارت دارد، ما را میبیند. و اوناییم که به آخرت ایمان دارند عقیدهشان بر این است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا و وجدوا ما عملوا حاضرا. هرچی که ما عمل کرده اونا همه حاضر می شوند. به گفته علما و مفسرین ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. اگر خیری باشد هم اون را می بینیم، اگر شر کرده باشیم، شر داشته باشیم، بدی باشد اون را می بینیم. این احسانه. به تعبیر دیگه گفتم اسلام مجموعه از عقیده، از عمل، از اخلاق است. علمای اخلاق در اصول فقه ما می خوانیم که اصول فقه چیست، فقه چیست و اصولش چیست. بگم فقه عبارت است از عقیده، فقه عبارت است از کلام و فقه عبارت است از اخلاق و وجدانیات، عبارت از اینا هست. و عقیده همون بود که من گفتم که در حدیث جبرائیل آمده، و عمل همون که در بازم در حدیث جبرائیل آمده. احسان که میگویند این بحث دیگری هست که همون اخلاقیات دینی هستند، اونا را باید انسان بداند. سعدی در باب دوم کتاب گلستان میفرمایند اینکه همه میگویند طریقت چیست؟ میگه طریقت دا چیزه. یکی ذکر خداوند به طریقی که شریعت دستور داده، ذکر خداوند را انسان بگوید. و افضل ترین ذکر الله ذوالجلال تلاوت قرآن است. افضل الذکر تلاوت القرآن. سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، لا اله الا الله گفتن و الله اکبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اینا ذکر خدا هستند. اذکروا الله ذکرا کثیرا. و رسول الله در هر حال مشغول ذکر خدا بود. و ذکر خداوند عبادت هست که هیچ جا ممنوعیت ندارد. بله تلاوت قرآن ممنوعیت دارد، نماز ممنوعیت دارد، اما سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، الله اکبر گفتن، اگر خانم در حالت ماهانه باشد اینها را میتواند بگوید. یک کسی که جنوب باشد میتواند. ذکر خدا را در هر حال باید انسان بگوید. البته این نیست معنیش که داخل دستشویی هم کسی بره و ذکر بکند.
اونجا در دل باید ذکر خدا باشد. جایی که صدا بلند کردن درست نیست، اونجا بازم در دل هر مؤمن باید ذکر خدا باشد. در کتاب‌های فقه هست که یک کسی گوسفند را ذبح می کند، بسم الله الله اکبر را فراموش می کند. آیا خوردن گوشت اون حیوان که ذبح شده بدون گرفتن نام خدا جایز است یا نیست؟ میگه فراموش کرده اشکال ندارد، برای اینکه در دل هر مؤمن ذکر خداست، در دل هر مسلمان ذکر خداست. اولین 10 چیز هستند که اینا را ما طریقت تعبیر میکنیم. اولین ذکر خدا است. به هر حال ذکر خدا را می شود در هر جای بگوید و جایی که مشکلی ندارد سبحان الله را بتواند سخت‌تر بگوید. جایی که است همون در دل مؤمن باید ذکر خدا باشد. به گفته خواجه بهاءالدین نقشبند رحمه الله می فرمایند که دست به کار و دل بیار باشید. دست به کار دل بیار. اگر مشغول کارم هستید ذکر خداوند در دل شما باشد. اولین چیز ذکر خداوند هست که فذکرونی اذکرکم، من یاد بکنید من شما را یاد میکنم. در ضمن همین آیه که در سوره بقره است فذکرونی اذکرکم، اگر شما در جماعت کمی من را یاد بکنید الله ذوالجلال میگه من شما را در جماعت بزرگتری، شما روی زمین من در فوق سماوات شما را یاد میکنم. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. دوم شکر نعمت را خداوند به ما داده شکرش بکنیم. صحت و سلامت بدن انسان بهترین نعمت الله ذوالجلال هست. چشم نعمت هستند، گوش نعمت، دست نعمت، پا نعمت، صحت و سلامت بدن انسان اینا نعمتند. باید شکر اینا را بکنیم. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. و اگر همه نعمتهای خداوند را شما حساب بکنید حساب نمیتوانید بکنید. از خداوند فرموده که ولا ان شکرتم لازیدنکم، شکر بکنید من نعمتهای شما را اضافه میکنم و ناشکری نکنید. سوم خدمت، باید انسان خدمت بکند. رسول الله فرموده سید القوم خادمهم، اون که بیشتر خدمت میکند سرداری خود را میافزاید. به خدمت خلق خدا باشیم همونطوری که در خدمت خدا هستیم. به خدمت خلق خدا. سید القوم خادمهم. در زمان حضرت عمر یک گروه شکایت کردن جای حضرت عمر که اینا گفتن شما خدمتگزار ما هستید، ما را گویا که بردگان خود حساب کردن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمود اونا به شما درجه و مقام دادن. سید القوم خادمهم، اگر شما خدمتگزار باشید سردار مردم هستید. خدمت کردن هم خدمت خدا را انسان داشته باشد، هم خدمت خلق خدا را. چهارم اطاعت و طاعت هست. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت خدا و رسول الله. و کسانیم که درجه و مقام دارند بالا دست شما هستند، اطاعت اونام لازم است تا زمانی که معصیت نباشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. طاعت برای مخلوق نیست در معصیت خالق. اطاعت شوهر بر زن لازمه، اطاعت پدر و مادر بر فرزند لازمه، اطاعت اون کسی که درجه و مقامی دارد بر زیر دستان لازمه تا زمانی که معصیت نباشد. اگر معصیت شد اینجا لا طاعت لمخلوق
فی معصیت الخالق، در معصیت خالق اطاعت مخلوق جایز نیست. و پنجمی ایثار. ایثار چیست؟ قرآن خودش بیانش میکند که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. شاید امروز این نام را افراد زیادی یدک بکشند، بگویند ما ایثارگر هستیم، ما ایثار میکنیم، اما ایثاری که قرآن گفته چی بوده؟ ایثاری که قرآن بوده این بوده که یک کسی که اگر یک کله گوسفندی را به اون هدیه کردن، گفت امسایه من نیازش بیشتره، خودش برده به امسایه داده، تا 7 خانه اون کله گوسفند کله و پاچه رفته، آخر به صاحب اصلیش رسیده که اونا گفته اون از من نیازش بیشتره، اون گفته اون از من نیازش بیشتره. امروز برعکس شده، یؤثرون انفسهم، اینجا یؤثرون علی انفسهم هست، دیگران را بر خود ترجیح میدهند. یک جایی که صحبت کرد گفت که منطقه همه یک قومی بودند، افراد دیگری در اونجا مدرسه ابتدایی بگر رئیس و معاون و همه از دیگه جای آورده بودند، رابطه‌ای بودند، ضابطه‌ای نبودند. میگه آخر معاون امون مدرسه را از امون قومی که در اونجا بودند از اونا گذاشتند و معاون را گفتن شما دیگه تعالی معاونت کرده اید، ریاست مال ایناست، این مدرسه را به رئیس مدرسه، مدیر مدرسه، معاونش هستن، همینا باشن، چون بچه های خود اینا اینجا هستن. میگه اون معاون گفتن شما به عنوان یک معلم الان باشید، قبلا معلم بوده الان معاون شده اید. میگه فورا اون سکته کرد که گفتم از معاونت. میگه وای به حال این مردم که همه چیز شما برای خود گرفته اید، اینا هیچ کدام سکته نکردن تو حالا که گفتم معاونت را بگذارید، همون طوری که قبلا دبیری بوده، معلمی بوده، همون. حالا این ایثارگری است که اگر شما از معاونت شما را انداختمون سکته بکند، از ریاست شما را انداختن سکته بکنید، پست و مقامی را شما گرفتن سکته بکنید، در حالی که لیاقت اون پست و مقام را ندارید. ایثارگری یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. وقتی که مال غنیمت، مال فی به دست رسول الله افتاد، انصار مدینه که واقعا انصار مدینه بودن، صحابه کرام گفتن ما اینجا خانه داشتیم، زمین داشتیم، زندگی داشتیم، شما ما را اصلا هیچ چی در نظر نگیرید. پیغمبر گفتن هیچ چی به ما ندهید، به اون کسانی که مهاجر هستند نیازمندند به اونا بدهید. ولا یجدون فی صدورهم حاجت مما اوتوا، حتی دلشان هم ناراحت نمیشد. ایثارگری این است، اینکه یکی بیاد همه چیز برای خود بداند و من ایثارگرم، نه، اون ایثارگری نیست، اون ادعای ایثارگری هست، نه ایثارگری. میگه پنجم ایثار هست و ششم قناعت. بارها جمله را از حضرت علی نقل میکنم که تقوا 4 چیزه: خوف از الله ذوالجلال، عمل کردن به قرآن مجید، و سوم قناعت به اون رزق خدا به شما داده، به اون قلیله، و 4م آماده شدن برای رفتن از این دنیا هست. همیشه شعر معروف را استاد بزرگوار ما میخوان، گفت که قناعت چیز خیلی خوبی هست. شیر نر بوسد به حرمت، مرد خانه را قدم. شیر نر بوسد به حرمت، مرد خانه را قدم. فیر سگ خاید بدندان، پای مرد اردری. اون که در بدر میگردد هر فیر سگ پایش میگیرد. اما انسانی که قانع هست، شیر نر به طرف اون و به حرمت اون قدمش را میبوسد. قناعت هست. 7م توحید، این در همه چیز خدا را فقط بداند.
در علم کامل الله ذوالجلال است. علیم به ذات صدور خدا هست، دیگه کسی نیست. قدیر الله ذوالجلال، بصیر الله ذوالجلال، حاجت روا الله ذوالجلال، مشکل گشا الله ذوالجلال هست. دیگه کسی هیچ حاجتی را نمیتواند فوق اسباب برآورده بکند. این توحید خداوند که توحید چه در عبادت باشد، توحید چه در علم باشد، توحید چه در تصرف باشد، توحید چه در ندا و صدا و فریاد باشد، و توحید در همه میادین توحید را باید داشته باشد. این هشتم توکل بر خداوند. توکل را میگن تفویض الامر الی الله، یعنی امر را به خدا بسپارید، که همونطوری که رجل مؤمن میگوید و افوض امری الی الله والله بصیر بالعباد. از نزدیکان فرعون با فرعون درگیر می شود و آخر اون تبلیغ زیبایی که می کند آخرین جمله این است که و افوض امری الی الله، تمام کار را من به خداوند سپرده ام. همه توکل بر خدا یکی از صفات انسان های خوب هست. تفویض الامر الی الله و افوض امری الی الله والله بصیر بالعباد. گفت پیغمبر به آواز بلند و صدای بلند، بر اسباب عمل کن، توکل بر خدا. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. زانوی اشتر را میبندید با توکل بر خدا داشته باش. اسباب عمل کن، دوباره میگن توکل بر جبار بر الله ذوالجلال داشته باش. و نوم تسلیمه. این انسان در همه مسائل تسلیم خدا باشد. حضرت ابراهیم را خداوند فرمود فرزند خود را ببرید به قربانگاه، سرش را ببرید. حضرت ابراهیم فرزندش گفت که انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، من در خواب میبینم سر شما را ذبح میکنم، سر شما را میبرم، چی میگویی؟ گفت یا ابا افعل ما تؤمر تسلیما من، یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. من جز صابرین میبینی. فلما اسلما، این تسلیمه. ابراهیم و اسماعیل هر دو تا تسلیم امر خدا شدند. ابراهیم برای سر بریدن تنها فرزند خودش و اسماعیل تسلیم شدن در مقابل الله در اختیار پدر قرار میگیره. فلما اسلما و تله للجبین، جر جبین یک بغل انداخت که سرش را ببرد. خداوند ندا کرد ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ابراهیم تسلیم شده، این خوابت را عمل کرده. پس این تسلیمه. اگرچه که بگوید خدا از خودت بگذر، از فرزندت بگذر، از همه چیزت بگذر، باید تسلیم درگاه خدا باشیم. این تسلیمه. دام تحمل، صبر و حوصله. تحمل این دائمی صفته که طریقت تعبیرش میکنه. در میدان اطاعت انسان تحمل داشته باشد، در دوری از معصیت باید انسان تحمل داشته باشد، صبر بکنه به طرف معصیت نرود، و همچنین در مصائب باید تحمل داشته باشد. ما امروز نگاه بکنیم که حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله چه تأمل زیبایی دارد. همه مصائب از نظر فیزیکی مزاحمت زیاد می شود، از نظر اون حیثیت و غیره مزاحمت زیاد می شود، اما مولانا تحمل و صبرش عجیب هست. از هر طرف می بینه هر روز
یک صدای بلند می شود. از یک طرف می بینی که یک صدای بلند شد و انسان هایی که یا خواسته یا نخواسته می بینیم که تهمت می زنند، ابترا می زنند، هر را می گویند. اما مولانا تحمل می کند و حضرت یوسف به برادران خودش زمانی که اونا در مقابلش سرافکنده و شرمنده شدند گفت دو چیز من پیروز کرد، یکی تقوای الهی، دوم صبر و حوصله. تکبیر! دوم صبر و حوصله. من این مسئله را میگویم، مولانا را خداوند امروز زبان جامعه قرار داده. هر کسی میخواد با اون در بیفتد خود را بدنام میکند، خود را رسوا میکند. تکبیر! اگر یک حیوانی به کوه و صخره شاخ بزند شاخ خودش میشکند، دهن بیندازد دندانهای خودش خرد میشود. تکبیر! دائمین مرحله و منزل تحمل هست. خواجه عبدالله انصاری کتاب دارد به نام منازل السائرین و مدارج السالکین، ابن قیم، اینا همه امین مسائل نوشتن. اما دا چیز بد یا به شعر یک بزرگ در آورده، فقط همین شعر را من میخوانم، وقت تمام شده. به خواهی که شود دل تو چون آینه، دا چیز بد را از بدن خود بیرون بکنید. خواهی که شود دل تو چون آینه، دا چیز برون کن از درون سینه. دا چیز برون کن از درون سینه. این دا چیز چی هست؟ ما خود را به این میزان بسنجیم. یکی حرسه. من شعر بخوانم بعداً. حرص، عمل، غضب، دروغ، غیبت، بخل، حسد، ریا، کبر، کینه. نه 10 چیز شدن. خواهی که شود دل تو چون آینه، 10 چیز برون کن از درون سینه. اولین حرصه. و احضرت الانفس الشح. در ذات انسان حرص وله هست، حرص و آز است. رسول الله فرمودند یک دره پون شتر باشد، میگه 2 تا باشد، 2 تا باشد میگه 4 تا بشود. هرچی پول بیشتر داشته باشند اگر قانع نباشند میگه اینا کمند. دست به بی‌ایمانی میزنند، کلاهبرداری میزنند، رانخواری میکنند، رشوه‌خواری میکنند، به هر دری خود را میزنند. این حریص به هر دری خود را میزند تا افزون طلبی داشته باشد، تکاثر داشته باشد. این اولین حرصه. خداوند صفت یهودی‌ها را میگویند ولا تجدن احرص الناس علی حیات. اونا حریص ترین مردم بر زندگی دنیاوی. ولا تجدن احرص الناس علی حیات من الذین اشرکوا. حتی مشرکانی که به خدا شریک میکردن یا قیامت قبول اینا از اینا حریص‌تر بودن. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. دوست داشتن 1000 سال عمر بکنن، اما 1000 سال عمر کرده بعدن چی میشه؟ یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. اولین چیز بد حرصه. انسان اگر حریص بود اصلا سیر نمیشه، اصلا سیری ندارد. دوم امیدهای باطله. امید هست، عمل یعنی امید. سوم غضب. انسان غضبشون را بیرون بکند، کنترل خود را داشته نباشد. و چهارمی دروغ. دروغ یک چیزی هست که میگویند یک انسانی که هر کاری را میکنه تا دروغ نگوید اون کار خود را نمیتون پنهان بکنه. یکی دزدی میکرد،
میگه آمد جای یک پیغمبر آمد جای یک کسی میگه که من دزدی میکنم، چه کار میکنم؟ عادتم شده. گفت دزدی میکنی فقط 5 وقت نماز با جماعت بخوان، دروغم نگو. این قبول کرد، گفت به دزدیت من کار ندارم، اما 5 وقت نماز با جماعت بخوان، دروغم نگو. این 5 وقت نماز باید دیگه، خب نماز عشاء را میخوان، باید به دزدی میره. فردا بعد نماز صبح باید حاضر میشد. دید که وقت چندانی برای دزدی ندارد. اینجا که جلویش از این طرف گرفته شد، یک چیزی را میدزدی بازار، بدبختی میاد جای پنهان میکرد. یکی میاد دیشب دزدی آمده مال من برد، تو ندیده. مکلف دروغ نگوید. گفت چرا؟ من دزدیدم فلان جای، برو بگی. هر روز اینطوری لو میره، خود را لو میداد. بعدم دید که نه، این حرف همین هست، اگر کسی دروغ نگوید دزدی نمیتواند بکند، دروغ نگوید دیگر معصیت را نمیتواند مرتکب بشود. این دروغ ام الخبائث. میگه دروغ و بعد از دروغ غیبته که بدگویی دیگران را بکنه، بخل، بخیلی هست، حسودی هست، ریاکاری هست، کبر، کینه. پس اینا هستن که امروز جامعه را بر انسان ها اینطوری تنگ کردن. همین صفت باد که از حرص رو می شود تا کینه، کبر و کینه. این کبر چیز عجیبیه که هر کسی که کبر داشته باشد هیچ حقی را نمیپذیرد. کبر داشته باشد هیچ حقی را نمیپذیرد. کینه داشته باشد با هیچ کسی سازگاری ندارد. یک نکته را آخر عرض میکنم، وقت تمام شده. حالا بعض وقت می شود که ما خبرهای میشنویم از کشتار مردم، از کشتار نیروهای انتظامی، نظامی، سرباز، غیره. واقعا همه اینا برای ما مصیبت. نه فرزندان امین مرز و بوم، چه اون سوختبری که کشته می شود، چه اون کوله‌بری که کشته می شود، چه اون کسی که به هر نام اون را بکشم و اعدام بکنم، فرزند امین ملته، فرزند امین سرزمینه. تکبیر! بارها من گفتم اون سربازم فرزند امین ملته، اونه که در مقابلش اون را کشته اونم فرزند امین ملته. اینا همه سرمایه ایرانه، سرمایه ملتن. این مسائل بالا که از حرص گرفته تا کبر و کینه باعث نشوند که ما فرزندان خود را به دست خودمان بکشیم، که این مصیبت اینجا است. و هیچ وقت خدا میداند. من بارها گفتم سعدی میگوید که به مردی، من میگم به والله، به مردی که ملک سراسر زمین نیرزد که خون چکد بر زمین. تکبیر! خون یک انسان از خراب کردن کعبه سنگین تره که ما خون یک انسانی را بریزیم بلا حق. ولی امروز یک کسی یک سنگی از خانه کعبه را با کلنگی و با یک آله بزند که بشکند، همه امت مسلمه غوغا می کنند که کسی رفته که خانه کعبه را خراب بکند. کشتن این مؤمن، کشتن این مسلمان، کشتن این جوان، کشتن این سرباز، کشتن این نیرو که بنا حق باشد، والله از خراب کردن کعبه سنگین تره. تکبیر! و اینا خسارت کشور هستند. ما اون دا چیزی که طریقت بودن اونا را بگیریم و این دا چیزی که بد بودن اینا را از وجود خودمان بیرون بکنیم، که حرص بود و عمل به معنی آرزو، غضب، دروغ، غیبت، بخل، حسد، ریا، کبر، کینه، اینا دا چیز شدن. الله عزوجل همه ما را توفیق عمل نیک بدهد و خدا ما را از همه گناهان و معصیت ها نگاه دارد. و آخر دعوانا